بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت. درود به شما بیننده های ذکی و ذوقمند، هواداران برنامه آفتاب محبت. این بار ما تصمیم گرفتیم که در بابت نقش مادر در تربیت دختر برای شما یک برنامه خاصه را آماده سازیم. میگویند که مکتب مادر بهترین دانشگاه بزرگ است که در دنیا نتوان یافت. ما را همراه باشید. معلمه ارجمند، شما در دانشگاه برای جوان دختران سبق می دهید، هم سبق علم هم سبق زندگی. می خواستم که از شما فهمیده باشم، زیرا که تجربه خیلی بای دارید در زندگی. نقش مادر در تربیت دختر من چگونه است؟ مرحمت. نقش و جایگاه مادر در تربیت دختر موضوعی است که در فرهنگ ملی تاجیک هنوز از زمانهای قدیم توجه بزرگان، توجه روشنفکران را به خود جلب نموده بود. در تمام آثارهایی که تا به ما خوشبختانه آمده رسیده است، این موضوع مطرح گردیده است. بسیار عجایب است امروز بینید به حیات اگر با یک چشم عقل، با چشم محبت اگر نگاه کنیم، در حقیقت وقتی که ما با جوان دختران کار میکنیم، تعلیم و تربیه می نماییم، از همون رفتار و کردار همون جوان دختر، همون دانشجو علاقه مقام و منزلت مادر مهربان آن کس معین می گردد. از این لحاظ در مردم شریف تاجیک همین ضرب المثلی که دختر چگونه مادر نمونه درست است، پابرجاست. در حقیقت اگر ما خواهیم که امروز مثلا خاصتا همین جداشوی اویله ها که متاسفانه به مسئله های عمومی جهانی، به مسئله های گلوبالی رفته رسیده است، اگر آن را ما پیشگیری نماییم بسیار یک چی جالب می بود. جایگاه مادر در تربیت دختر به همتاست، آنگونه بزرگ است، آنگونه مقام منزلت بزرگ و یگانه و به همتاست که حتی شاید بعضا سخن برای مطرح کردن آن شرح و واضح آن کوتاهی کند. چرا مادر مهربان هنوز از در بطن داشتن فرزند به این توجه خاصه می نماید. البته بزرگان ما که چگونه قید نمودیم بسیار به این موضوع توجه خاصه نمودن. من در حیرت می شوم، بعضا سری تعظیم فرود می آورم که مثلا در آثار خود به همین دختر بچه ها همین قدر چیزای بهترین، مثلا البته وزیر به مقام مادر برمیگردیم، لیکن این همین من گفتنی هستم که تا چه اندازه فرهنگ تاجیکانی ما غنی است که به همین موضوع بسیار توجه کردن. مثلا دختر بچه، دختری جوان کدبانی خاندان خانه را چگونه روبد، دیگو طبق را چگونه شوید، در آشتان یا در گازخانه آتش را چگونه افروزد، مهمانان چگونه قبول کند، با مادر چگونه مناسبت کند، با پدر چگونه مناسبت کند. به هر یک این و به دیگر به مانند همین موضوع ها بسیار توجه خاصه نموده، حالی آن را برای ما نوشتند که خوشبختانه این تا به ما آمده رسیده است. اکنون مادر مهربان نقش او در تربیت دختر البته هنوز از سن خردسالی، مقصود جان میربابایو از همان سرچشمه ها گرفته با زبانی بسیار ساده و فهما در اثر خود، در اثرهای خود نوشته‌اند. در سیمای دختر بچه چه ها را باید که جایگزین نمایند؟ قبل از همه برای دختران تاجیک، برای دختران مسلمان، پیش از همه شرم و حیا، تحمل، تازه و آزادگی، مثلا احترام اطرافیان، سرشته و سرشته کاری،
آمدن خوراک و دیگر تمام مسئله هایی که حتی مقدار آن را گفتن امکان ناپذیر است، چون که این حیات است، زندگانی است. هر یک قدمی هر که یکش موضوع علایده هست. مثلا برای دختر بچه مادر مهربان هنوز از حین کودکی وقتی که پدر میبیاد میگه بچه هم اجود خیز پدرت اومدن، اجود یه بار خیز پدرت اومدن. یا وقتی که پدر از کار اومدن مادر مهربان میگه اولی وقتی که کودک است و مثلا سن 3 ساله 4 سال دخترم دو السلام علیکم میگه پدر جانت اومدن مانده نشدی میگه. یعنی که همین چیزا علاقه و چی در قلبی همین دختر بچه جای می شود. حتی اینه بینید که بعد همین با همین گونه روش به همه مثلا جبهه های زندگی در همون یک عائله کوچک برای مانده می شود. همین چیز در همین دختر بچه در تینتی دختر بچه جای می گیرد. لیکن به شرطی که اگر همین مادران جوانی ما به همین چیز رعایت کنند، مهمتر از همه همین که به همین چیز باید رعایت کنند، مقام و منزلت پدر رو در جای در خانواده گذاشته توانند، مقام و منزلت آچه و بابا رو هم گذاشته توانند که نه تنها مادر مهربان تمام جسم و جان خود رو برای فرزند و دختر و پسر خود میبخشد. خوشبختانه در مکتب‌های ما اگرچه که نسبتا ساعت‌های کم است معرفت عائله‌داری گذاشته شده است. در اینجا البته مادر مهربان بعد از آنکه آهسته آهسته دختر بچه بزرگ می شود با او بود دیگر چیزها رو وقتی که مثلا نشستن در سر دسترخوان بچه هم حاضر پدر از سر کنن، بعد ما از یکم پدر دست دراز میکنن با خوراک، بعد ما دست دراز میکنن. همین به نظر اول مایده می نماید ولی در حیات بزرگ است. این چیز که همین دختر بچه در تینت خود هر یک لحظه های همین حیات در خاطرش میماند و وقتی که او به خانه بخت خود به عائله مستقل خود وارد میگردد به هر یک همون نقطه و چیزهای خرد و بزرگی که مادر مهربانشان داده بودن این دختر بچه به همین رعایت میکند، اهمیتی جدی میدهد. انا برای همین معلوم میشود که برای جایگاه مادر رو دریافت نمودن، ریشه این رو دریافت نمودن ما و شما در همین تشریح موضوع همان باید که انا همون خودی مادری مهربان، خاصتا البته من مادران جوان رو بیشتر در نظر دارم، باید به هر یک قدم گذاری همین دختر بچه هنوز از حین کودکی توجه نماید. اگر مادر به تازگی، سرشته کاری، صرفه کاری، پاکیزگی اگر مادر همین گونه باشد و دختر خودش زیرک است، دانا است، طبیعتا چنین آفریده شده است که رموز میگیرد، یاد میگیرد. او هم چنین مثلا خوراک ها رو آماده کردن یا اینکه در همون آشخانه ظرف ها رو چگونه گذاشتن به همه چی توجه میکنند. مثلا درباره ظرف گفتیم باز این به این چیز نگاه میکنیم که اگر مادر مهربان خودش در حیات مادر جوان رو در نظر دارم وقتی که دسترخوان رو اون داشتنی میشوند جمع کردنی میشوند به دختر بچه میگه بیاد بچه کم یاردم کن دخترم، هر دو ما اینها جو به جو گذاریم. هر یک چیز رو جویش رو میگوید، مثلا جوی قهوه، جوی شکر، جوی نان، جوی همش رو جویش رو میگوید. وقتی که اگر ظرف های خالی رو که بعد از خوراک خوردن خالی شد و اگر مادر جوان با ناگاه با صدا سختتر اگر مون داشته باشد یا یگان چیز مثلا استیزه کرده این حیات است سختتر کند دختر بابای اونس میگیرد ممکن بود است. یعنی که ظرف ها رو سخت به هم دیگر بالای هم گذاشتن. همین چیز میگوید که ممکن بود است. برای مادرها بسیار باید احتیاطکار باشند که اگر ظرف ها رو سخت مانیم شوهر مونده شده از کار اومدگی محیطی آن عائله ویران میشود و دختر بچه بسیار رموز میگیرد چگونه که گفتید. یعنی که به هر یک قدمی که مادر میگذارد دختر از وی میآموزد. هنوز از همون لحظه ای که هنوز علاقه چی گویم یک ساله، یکم ساله، 2 ساله علاقه تمام رفتار کردار مادر مهربان را او می آموزد. برای همین هم همین ریشه یافتن جایگاه نقش مادر در تربیت دختر این سرچشمه میگیرد، منشأ میگیرد البته از مادران مهربان. پیشوای ملت بارها میگویند که مادر اگر با یک دست گهواره می جنباند با دست دیگر دنیا رو به تکان میدهد. یعنی این معلوم می شود که انسان سازی یعنی که دختر سازی، کدبانو سازی و جهان سازی
از همین مقام مادر، از نقش مادر منشأ میگیرد. از این لحاظ مادران مهربانی ما بسیار در حیات باید دلگرم باشند، زنده دل باشند، باید که همون با تمام رفتار کرداری که در عائله مثلا میکنن باید با محبت نظر کنن. هر کاری که اعمالی که به شما میرسونن باید لبریز از محبت باشد. همین خیلی فلسفه زندگی یک عجایب است که بعضا من چنین حس کردم که وقتی من هم در یک طرف میماند و همون وقتی که من در دخترم میبینم که او تینج است، امان است، آباد از زندگانی میکند، علاقه من تماما خودم رو در حیات خوشبخت میکنم. وقتی خودی من نسبت به وقتی دختری من و پایانتر میمانده است. برای همینم همین مادران جوان بسیار خواهش میکردیم، التجا میکردیم که همین به تربیت دختران بیگذار باید چیزی خردکک باشد. امروز این روند جوانی شوی بسیار تاثیر خود را میرسوند. تلفن بازی در نزد دختران خود قریب که نکنن، آنها این چیز را چیزی معتدل حساب نکنن. این چیزی معتدل نیست. تلفن بازی برای دختر بچه عموما چیزی معتدل نیست. یکی از سبب‌های جدا شدن عائله‌های جوان، یکی از سبب‌هایش تلفن بازی است. امروز روند جوانش اینا باید مادر علاقه گوید بچم. برای همین بچه ممکن نیست. برای همین هم وقتی که عائله دار میشوند 1 سال 2 سال مثلا دختری من بعد از 13 سال بعد دستش به تلفن دادن. کی تلفن خریده نمیتونه، همه میتونه. من همچون مادر دخالت نکردم. امروز این عائله به قله مراد رسید. این عائله نمونوی شد. این عائله که مثلا و حتی اکنون امروز من از بعضی چیزا رو میموزم. یعنی تینجی و آسایشتگی دختران فرزندان برای مادر بهترین هدیه است. البته حالتهای دیگر هم بود. این حیات است، صبر پیشه کردن. البته قرصک از دو طرف است، لیکن اساسا موقع مادر بسیار سخت است. چون که دخترای حاضر من نظر کنیم، دخترایی که حیات عائلوی تشکیل میکنن، البته سخنی خوشتومن خوب است، بهترین است، ولی بیشتر و بیشتر اون چیزی که از مادر گرفتن اون رو برای خود اساس میکنن. در همین حالت عائله سالم شده با مرتبه بلند میرسه. نقش مادر در خاندان خیلی بزرگ است. خیلی که گفتیم مکتب مادر بهترین دانشگاهی است که ما آن را در جهان یافته نمیتونیم. اگر دختر از خاندان گیرد، از مادر گیرد، هم دانش وسیع میگیرد، هم در زندگی همیشه وی مسلح است. شما چه نظر دارید؟ نام برنامه که آفتاب محبت است، معلم سخن کردند و من به یک فکری رفتم. اون اگر همین کره زمین را آفتاب نور بخشد، گرمی دهد و همه موجودات های زنده سبز آند و روی آند و یک نتیجه بیارد، همین انسان زندگیش به مادر همان گرمی و همان آفتاب و همان نورپاشی و همان معنویاتی که هست موبه، این از مادر است. بله. اگر گوییم که آفتاب مهر مادر یا محبت مادر، ما خطا نمی کنیم. به میلان همین سوال کردید و من به فکری رفتم که من کی بودم و امروز کی هستم. هر یک آدم به دنیا می آید شکر می کند که مادر دارد، پدر دارد، عائله دارد، قصری زرینی دارد که با آن کسی بغیر از مادر و پدر دست درازی نمی کند، مهر نمی دهد. اولین مهر در نظر دارد. اکنون از آنه که امروز به یک لحظه و یک مسافه زندگی رسیدم، خود قضاوت میکنم که امروز در یک کشوری که آرام، آسوده، یک گلبیز است و یک سر و پا بهار است و مهر است قدم میزنیم. اینم یک مهری که به انسان میدهد و انسان به همدیگر میدهد. اگر به مادر و قدرت و مقام و منزلت زن مادر نگاه کنیم، به شک و شبه به یگان چیز عوض کرده نمی شود. به شک و شبه ناتکرار است. به شک و شبه یک نیروی است که
دیگر کس آن را ندارد. باز همینجا سخنی پیشوای معظم ملت می آید. مهری که مادر می دهد یگان کس همین مهر را داده نمی تواند. از آنی که در مؤسسه تعلیمی همچون آموزگار طولی 37 سال است که فعالیت دارم، همین دخترکای نازنین من فکر میکنم خودم هم همین گونه به مؤسسه آمدم، حال نادان هستند، حالا چیزی رو به جز آنی که مهر مادر دیگر را ندیدن، کودکستان بر مؤسسه تعلیمی همگی بی غبار هستند، بی آلایش هستند، کودک هستند، دستان مادر گرفته می آید. با سخنی پیشوای معظم ملت می آید. در عرفیت می گفتند که دختر خواندنش چی؟ لیکن پیشوای معظم ملت گفتند دختر خواندنشان حتمی است. برای چی؟ همین مادر که شدن اول خودشان به معنویات، بعد فرزندشان معنویات داده می توانند. وقتی که در مؤسسه دخترکا پهلوی همدیگر می نشینند و تحصیل می گیرند، از همین صبحگاه وقتی به مؤسسه وارد می شوند، علاقه چون معلمان گفتن همین دخترکای می بینید و مادرشان پیش نظر می آیند. خوشبختانه اکثریت بسیاری ها به تربیت دختر، فرزند، پسر، دختر فرق ندارد توجه میکنند. چون که امروز مهنت میکنند، پگاه لذت آن را میبینند، پگاه پاداش آن را میبینند. آخه مهنت نکنید از کجا پاداش است؟ اگر دهقان به زمین نگاه بین نکند، مهر ندهد، سبز میگردد نه آخر. مادر هم همین، وقتی که من فکر میکنم زندگی فرزند است مادر. اگر بینید ممکن گوییم که از کجا تربیت فرزند، من فکر میکنم از بطن مادر. انمون شیری پاکی مادر که به فرزندش میدهد، تربیت از همونجا سر میشد، از فضای عائله آغاز میشود. اگر فضای عائله از یک زن عبارت نیست، آخر عائله از همسر، از زن، از خوشدامن، از خسور، از عائله که در آنجا زندگی میکنن، از آنها وابسته است. اگر همه احترام را پیشه کرده باشند، محبت را پیشه کرده باشند، همدیگر فهمی، تحمل را پیشه کرده باشند، من باوری دارم که در آنجا یک فضای سازگاری هست که انمان دختران در همانجا به وایه میرسن. همین سخنها رو میگویم و به خاطرم عائله خودمون به خاطرم می آید، کودکی خودم. ما در عائله 7 نفر، 5 دختر و 2 پسر. اول 5 دختر، بعد 2 پسر به دنیا آمدن. من خودم را خوشبخت احساس میکنم که من همین گونه مادر داشتم. برای چی؟ بعضا صحبت ها بهم می نشینیم، من میگویم من در خاطر ندارم که مادرم با پدرم بحث کرده باشن. بودن همونجا بیم به فکرم که مسئله های روزگار، دریافت کردن مواد خوراکه، پوشاکه یا معماهای ساختمان منزل یا دیگر، لیکن ما در خاطر نداریم که بین آنها بحث باشد. ندیدیم. ما همه خیلی بیمیلان به وای رسیدیم. چون از گفته آنه که مادرم هنرمند بودن، یگان مراتب نمی گفتن که خسته شدم یا این کار دیگر است یا دیگر، پدرم با یا مزاحمت کرده باشن که من دریاب میکنم. لیکن امروز در جامعه ما بعضا حالت ها رو میبینیم که بحث ها در عائله از زمین مسئله دریابی رزق روزی، عهده‌داری شما، عهده‌داری من یا مانند این. لیکن ما احساس نمی کردیم که عهده‌داری ها تقسیم باشه. من همین خیلی در خاطر دارم که همه در جا سرجم هستیم و لیکن بسیار خوب بود که مادرم با 5 دختر با اهل عائله وظیفه ها معین بود. خواهر کلانی باید این کارها را اجرا کنند، دیگر خواهر دیگرش را، هر کی وظیفه خود را داشت که از این وظیفه بیرون نمی رفت. من در خاطر دارم اما آشخانه که خوراک طعام تیار میکنیم باید تازه آزاده باشه، همه جا به جا گذاشته شده باشد. در هنگام پدر آمدن علاقه باید که در سر لباس آزاده به بر داشته باشیم، رو بچین کرده شدگی
و آماده خوراک آماده است و همه انتظار سرجم شدن در سر دسترخوان بود و مادرم به خاطرم هست که به نوبت لباس می خریدن، نمی گفتیم ستیزه نمی کردیم که برای چی من لباس نو نیست، اما کرته خواهری کلانیه به بر می کردیم، با نوبت پوشیده به مکتب می رفتیم، با نوبت می پوشیدیم، نمی گفتیم که برای چی اکنون این من به علاهده نخریدی. لیکن امروز می بینیم که بگذار باشد هر که وابسته به درآمد اقتصادی عائلش تامین میکند، یگان مزاحمت نیست، لیکن عادت کناندن به آنی که احترام همدیگر تحمل کردن هست نیست در روزگار، البته هست. این به تحمل کردن دخترکا از عائله است. و فکرم وقتی که مادرم به سختگیری میکردن، سیرطلبی میکردن، لیکن مهرشان احساس میکردیم، میگفتیم که برای چه سختگیری میکنید، سیرطلبی؟ میگفتن که مرا دوست میداری، هست طبیعتا، لیکن با عائله که عروس شده میروی آرزو میکنم که همانهای بسیارتر دوست داری. چون که هم تو قضاوت کنید دختر عرفیت به میگوین که مال کس است، اگر اینجا سخن درباره مال اشیا نمیرد، لیکن مال کس است، بگذار همان عائله به مهر ماند، محبت کند، زندگی و در آنجا است. و در خاطر دارم خوش دامن امروز در عائله ها بعضا مثل فکرهای هستند که خوش دامن گویا که جنگ میکند، گویا که تربیت میدهد. اینجا اگر همدیگر فهمی احترام باشد و دخترکا توانند که این به فایده آن است یا به ضرر جدا کرده توانند، یا به پستی و بلندی های زندگی با صبر و با تحمل باشند، همین روز را فکر کرده پگاه را فراموش کنند، آینده دور را اگر دیده نتوانند، من فکر میکنم در همه مسئله بحث پیدا میشه، در کارگاه هم، در عائله داری هم، بین پسران هم، بین مردها زنهای هم میشد. لیکن اگر همین احترام را پیشه کنم، من باوری دارم که فکر همدیگر گوش کرده توانستن امروز تاجیکستان را همین درجه به آورده است. امروز همین درجه به دخترها و امکانیت شدن ها در نتیجه همدیگر احترام کردن آمده است. لیکن کمی بی صبری، بی طاقتی، هوای و هوس به داده شدن، فکر میکنن لباس نو به نو پوشیدن این دائمی است. نه آخر من فکر میکنم فضایی که در عائله است و به مهر به همدیگر نگاه میکنن، شکر آنه که خداوند هست میکند و سحر چشم میکشاید و مادر در براتون، پدر در براتون، فرزندای نیک در براتون، این است نعمت آخر. اگر آدم با صبر و با تحمل باشد و معنویات تفکر را استفاده برد، سزاواری همه چی می شود. بعضا از برنامه‌های تلویزیونی خصوصا ماه می 15 می روزی عائله است، آزمون یا نمونه عائله های بهترین نمایش می دهند. من فکر میکنم به دخترکان همین چیز نمونه عبرت است. آنها نو عائله سر کردند و فکر کنند که عاقبت انمی مثل زنها و مردهایی که 50 سال زندگانی کردند، صاحب دختر، پسر، نبیره، ابیره، داماد، کلین هستند و میوه انمون درخت شنانده عائله داریشون میچشند، به انمین ها نگاه کنند. وقتی که خودم هم در زندگی مشکلی میکشیدم، مادرم میگفتن صبر میکنی همش خوب میشه. یا یک مادراندر داشتم، مادر خواند قبول کردم، میگفتن که اگر صبر کنی به همه چی می روح افتاده نشه. و گفتنی هستم به دخترکو که پستی بلندی زندگی به روح افتاده شدن نشاید. چون که آفتاب مادر است که آدم را نور میبخشه. امروز مادر در برم نیستن، صد افسوس که استاد ما هستن که همین دخترکا دامنشان به باوی رسیدیم، میگفتن کوچه میبرایی پستی بلندی های زندگی به از خودت بلند به نگاه نکن، از خودت پست به نگاه کن، به معنای آنه که روح افتاده یا بیمار هست، ناتوان هست، نادار هست.
لیکن شکر کن که تو هستی، بله. همشه به دست می آری. و به دخترکان امروزه به شاگردان نیز در وقت درس از نصیحت پدر و مادرم میگویند یک از لحظه حیاتی به آنها نقل کنید تا اینکه آنها از حیات هر روزه دیگران تجربه زندگی روزگار بهره‌مند باشند و از این بهره گیرند. بینید دعای مادر چیزی است که ما را قوت می بخشد، الهام می دهد، متانت می دهد و ما به پستی و بلندی های زندگی استوارانه قدم می مانیم. توصیه کردنی هستم که امروز جوانان دختران بسیار زیبا هستند چون که دامان مادر به بابای می رسه. بینید در خانه کودکان در مکتب اینترنت ها دولت غمخواری میکنه. من همین تشریف های پیشوای معظم ملت میبینم، انم دخترکایی که معزون هستند و نازک هستند و نوازش مادر بهره‌مند نیستند، لیکن نوازش دولت به فرا گرفته شدن. پیشوای معظم ملت سرشان سیله میکنن پدر ما رو. من میگم شکر خدا که بی پرستار نیستن و این چیزها رو قضاوت کرده. آنهایی که مادر دارن شکرگزاری کنن، آنهایی که مادر ندارن پروای عالم نکنن چون که دولت دارن، میهن دارن و از همین آب و خاک و هوا بهره میگیرن. باشد که تاجیکستان آرام و آسوده باشه. با دستی ما کتابی ای محبت. عموما تربیه باید چهل باشد که جوانان ما سعادتشان را دریابند در عائله داری. مرحمت وقتی که باز میسخن درباره عائله می رود، مادر می رود در سرگه تربیه، باز مادر می ایستد. در هر یک خانواده به تربیه دختر و پسر مادر سهم بزرگ دارد. اساسا ما مادر رو می بینیم چون که مادر بیشتر در زندگی هم در کار و بار خانه هم بر تربیه فرزند به دوش وی است. ما از مادر باز میبینیم که تربیه چگونه گرفته است. بسیار من مثال ها گرفته میتونم. وقتی که ما در دانشگاه کار میکنیم در بین دخترکان هستیم، انا از نگاه دختر، از در آمدن، از عادی‌ترین السلام علیکم علیکه کی بودنی آنها را شناخته میتونیم. باور کنید حق و همسایه ها هستند، بسیار خویش و تبارا هستند. میگویند که معلم جان ما به دختر یافتید. من کلین کردم به ترسی دوستیم. برای چی میترسیم؟ این سخن ها انکنون پیدا شده ایستاده است. پیشتر وقتی که مادرم کلام میکردن، تربیه میکردن، این سخن ها رو من نمیشنیدم. چند سال آخر میشنوم که همین خواستگارها وقتی که به پسرشون کلین میکوبن، اول همین ترس میگیرد. معلم جان نقص باشد. انا دیدم که وای دخترک تیز جدا شد. انا برای سبب های تیز جدا شدن از تربیه خوب نگرفتنی همان دختر می باشد. بو سبب می شود در عائله داری. اول عائله از خانه سر می شود. از همین مادر خیلی که شما مادر کور و بار و زندگی رفتار خانواده و خودتان رفتار میکنید، فرزند همان را می بیند. گفتن که مادر چگونه دختر نمونه می شود. مادر اول خودش را تربیه کند. مادر همه مادر است لیکن همه دختر است. از این دختری با تربیه می شود. مادر در حقیقت مادر می شود وقتی که مادر از خانواده خودش، از مادر خودش تربیه خوب گرفته است. البته عائله سالم می سازد. ساخته می تواند. در جایی که وی عروس شده می رود، وی از تربیه گرفته خانوادگیش آغاز می کند. مادرم می گفتن که بچه جان یک در بروی، اگر انا خوشروی کار کن، السلام علیکم گفته دست پیش بگیر. اگر که همین کار نکنی الکه نگاهش دیگر می شود. خوش دامن شوهرت رو احترام کن، خانوادگی رو بی حد احترام کن. یک کلمه می گفتن. سحر همین فکر کرده آمدم کدوم کلمه رو بیشتر می گفت مادرم؟ خانی در برفتی سقم. این کلمه بزرگش برای من خیلی تاثیر کرده است که با یک خانواده شوهر میروی و خانه در سقب گفتن بسیار در داخل این مفهوم یک عجایب بسیار سخن‌ها دارد.
سخت گفتن چی می شود؟ خدمت کردن، به منت بودن، خوش‌زبان بودن، حق خوب گفتن. با یک کلمه دیگر می گفتن مادر بیچارم با مهنت هیچ کس نمرده است. بله. با مهنت کردن اصلا یکون کس نمرده است. بچم حق خوب گفت دولت و سهولت کی میبینی؟ وقتی که فرزندات نقص تربیه میکنید، انا خانواده احترام میکنید، انا از اون زندگی خوشرو میسازی، با دست خودت میسازی. و همین طور هم شد. فکر میکنم چخیلی که معلم گفتن اثر اون کس گذشت است، از من هم گذشت است. پس همه مادر همین گونه اثر میگذارند دست همین خیلی نه. برای اینکه ما یک دختر رو تربیه کنیم و به جوی دهیم و به شوهر دهیم و فرزندای خوب تولد کند و تربیه کند و آینده شما رحمت شنوید، اول از خانواده ما این کاربری کنیم. امروز دولتش رو میبینیم. امروز اگر بیرون برایم میگویند که رحمتی کلان، من میگویم که چقدر به فکر من در پشت در قفا من عذاب کشیده بودم، چقدر ما عذاب میکشیدیم، با کی گفتن رو نمیدونستیم. من هم مادرم وقتی که 23 ساله بودم، 1 سال شده بود همگی عروس شدنم بود، مادرم از دنیا گذشته بودم. لیکن تو امروز انا همون سخنی که چخیلی که خود مادرم از زبانش رو میگویم، این سخنان به گوشت حلقچه کن. حلقچه کردن این دوره های آنها چی بود؟ از گوشت نرفت. از گوشت نرفتن این سخنها، تربیه هاشون مرا به بسیار خوشبختی ها نائل کرد. بعضی چیزایی که نبود امروز ساختیم. با دل خود ما با وجود انمون مهنت کردن، تربیه کردن، ان همه چیزها برگشت به خوشبختی. امروز چقدر خوشبخت نباشیم که در تاجیکستان زیبا منظره گلگل شکوفان زندگی میکنیم که تمام شرایط ها را جناب عالی برای هر یک خانواده فراهم آورده ماندند. و امروز عروسانی هستند که ناشکری میکنند برای خوشبختی نائل شدن. فرزندانمان را، دخترانمان را خوب تربیه دهیم، تربیه‌ای که از مادر خودمان گرفته بودیم یاد دهیم. برای جدا نشدن عائله ها ما پر صبر باشیم، پر طاقت باشیم، حق خوبگوی باشیم. دیروز یک دخترک رو به شوهر دادیم، اما اون داماد گفتن که شما به 2 کلمه روا دخترم اچی لبای حق خوب. اومد که معلمه جان انا امشون گفتن که برای من 2 چیز جایز بوده است، لبای حق خوب. دیگر گپ ممکن نمی. ممکن، البته ممکن، سخنهای بهترین ممکن، سخنهای ملایم ممکن. حق خوب و جان چه کنم و جان ها انا اگر این 2 کلمه را گیری آخر تو خوشبخت میشوی، صاحب عائله بهترین میشوی. یگون خوشدامن کلین را برای جدا کردن نمیبیاره. من فکر میکنم یگون خوشدامن برای جنگ کردن، دشنام دادن نمیبیارد. آخه دخترتونم بعضا جنگ کرده که میزنید. همه طرفه آداب یاد میتیم، عزت یاد میتیم، هنر یاد میتیم، زندگی یاد میآموزم. گویید اگر همین دخترتون بیام همین گونه رفتار میکنید، پسرتون بیام و کلینتون بیام، کلین که از در آمد و دختر شما حساب میشود. چه دخترتون دوست نمیدارید؟ انا با برابری همین بعضا سخنهای قینو گویان، بعضی مراجعت کردنی بعضی کلین ها این خطاست. شرم میدارم وقتی که من از کوچه میگذارم قینم این گفتن قینم و گفتن گید من البته خیلی شرم میدارم، نفرت میکنم. چقدر قینم میگید، چقدر دوست دارد وقت خوشدامنم به جای مادر است. خوشدامنم مادرم گفته گپ زن یا مادر جان گفته گپ زن و خوشدامن البته تو را مهر میدهد و در همون دل کوچکی خودش مهر میاندازد، دوست میدارد. با برابری همون گپ زدن به تو هنرهایش رو میآموزد. در خانواده 2 کلین دارم. یک روز که شما رحمت میگویید، لیکن من از دست شما هم کاری رو داده که من گرفته نمیتونم، برعکس من خرسند میشوم. زنی به انصاف میشوید، زنی به سامان میشوید. همین من یک روز باور کنم که پسر من با شما خوشبخت است و آینده وری ان همین مادر آباد میکند، خاطر من جمع میشود. بسیار از همون عائله های برای من مثال میبیارم، میگم که کلین پشت دختر جان همون نفر با برابر همین گونه بودن،
ان همین زینه و رسیدن باید شما هم خیال شوید. برای همین دختر رو برای کلان کردن اول آداب، دوم مهنت کش باشد، سیوم خانه در بکرفت، البته به قول مادرم سق قپیدن، احترام خسرو خوشدامن، پیش بردن انمون عائله آباد کردن و حرکت کند. در ان همون وقت وی خوشبخت بده میتواند. شما هم همچون مادر تشکر را شنیده میتونید. من تشکر میگویم برای صحبت صمیمی. بیایید یک ترانه ناب از حافظ شناخته حلیم جان سلیمی همراه شنویم، بعد صحبتمون را ادامه دهیم. به خاطرم آمد صحبت با هنرپیشه تئاتر خواجه کمال معتبر ابراهیم در مؤسسه 21 شهر خوجند واخوری با همین بانوی هنر برگزار شد. معلم با دقت همه دخترکا رقصیدن، سرود خواندن، شعر خواندن. بعد گفتگوی آزاد شد.
معلم سوال کرده گفتن روانشان شاد باشد، گفتن که خوشبختی دختر زن در چیست؟ یعنی دخترکا شما خوشبختی در چی میبینید؟ دخترکا هر چی جواب دادن. این آن خیلی نمودی زیبا، سر و لباس آزاده، لیکن در جواب وایکاز گفتن همش قبول است، لیکن زبانی لحن شیرین داشتنی دختر زن. اگر همین گونه زبان شیرین داشته باشید بهترین دخترکا بانوا. مادرم وقتی که غمگین می شدن این یا آن مشکلی زندگی و پدر به مادرم همین بیت را می خواندن: زندگی افتاده بر سر بیچاره بیدل چاره چیست؟ خوش باشد هم زندگی، ناخوش باشد هم زندگی. گفتنی هستم که صبر چیزی است که همه به مراد و مقصد می رساند. و من باوری دارم در بین دخترکای هستن امروز که اویله داری سخت قپیدن، به همان اویله ها نور بخشیدن، زیا بخشیدن، بهترین نعمت نبیره ها رو برای ما عطا کرده، خداوند فرستاده است و آنها چی گویم تربیه میکنن. چون شما منم دو عروسی نازنین، دخترای نازنین دارم در خانه. به گفتی شما دخترکای جوان اگر مشکلی کشن خوشدامن باید به آنها راه بلدی نماین. من باوری دارم از امروز صحبت این دو زنهای بزرگ، لحن شیرین، سخن روان، این برنامه های تربیوی، ترغیبی، منطقی هستند که دخترکان آن را حتما میبینن. آدم به کسی اگر تقلید میکند گویم خطا نمیکنیم، چرا مادر به پیروی میکنن، همین گونه زنها به پیروی میکنن، هم از اویله داری هم از کاروباری مهنت کنار نباشن. در این جاده به همه موفقیت میخواه. عادی‌ترین سخن‌هایی که در بین خلق است، مثلا انسان کردگی مهنت میگویند. در حقیقت درست است. یکی از عامل‌های همین در بین جوانان جدا شدن اویله ها از آن است که در حقیقت خیلی پدر و مادر فرزند خود رو، جگرگوشه خود رو مثلا اونقدر دوست می‌دارد که می‌خواهد تمام دنیا رو برای او مهیا کند. ولی معلوم می‌شود، تجربه زندگی نشون می‌دهد که وقتی که به دختر هر چیزی که میگویند میبیارد، یا علاوه خصوص برای پسر هم هر چیزی که میگویند پدر و مادر مشقت کشیده و رو مهیا میکنند، یعنی که انا همین تو به اندازه یعنی که به هدف نمیرسونده است. یعنی که برعکس انا همون مثلا اگر تمام خواهش های و اگر همین خواهش ها با اندک معیار، چون که اینجا هم پدر و مادر باید دوربین باشند. وقتی که مثلا با دختر بچه هر چیزی که او میگوید اگر مهیا کند، البته وای به همین چیز عادت میکند و اندیشه میکند. دخترای امروزه و البته ما تلقین مینماییم که باید که همون مادرای مهربان و همون لوازماتی که به آنها میدن باید با اندازه نکنند، چون که این به فایده خود آنها است که وقتی که آنها کلنی و داماد میشن این هم به اندازه آنها مثلا انتظار میشه. یک سخن به یادم رسید که وقتی که عروسان به خانه مادرشون هفته کرده میروند، این به تاجیکی میگه شود، هر هفته یک مرتبه روز یکشنبه گویا به خانه مادر، روز مادر داره میروند، انا همون چیز را نمیبینم که مادرشون نصیحت کرده بسنن سبب جدا شوی. این خیلی تشویش آور. باور کنید همین بسیاری ها چی گفت مادرت؟ قینات چی گفت؟ ها این کرد می وید الکه این خطا است. همین قینات گفته مراجعت کرده، خودی مادرش از دهان اینها همون شکایت رو پرسیدن میشد. البته که یک ارک کنید هرچی میگوید. برعکس اگر خانه رود هر هفته خوب شده بهتر شده آید، یک چیز هست. مادر هم خیلی گفتن همه خانه مادرش هر هفته قوش و قواق نکرده خرسند شده اومد مادرش نصیحت کرده که میگفتن قوت دلش مادر و پدرش چون که به طرف میگیرد که اول اصلی سخن را از پدر و مادری انمو شوهر اومده نپرسیده بپرسیش سربری. اول پرسیش ثانی کوشش میکنند. حاضر همین خیلی وقت آخر رفته ایستاده است که از همین خبربری دخترشون وای ها خلاصه میبرند و بعد با تلفن زنگ زده دختری من به این گفتید وای گفتید شما این کردید برای چی گفتگیش نمیپرسه.
انا ریشه گپ در چی بود آخر؟ این هم یکی برای از چی سبب گفت؟ ها انا ریشه جدا شوی، انا سبب گوری اساسی جدا شوی. حال خانوش من رفته تلفن کتی الکه یگون چیز گفتگی این از ارکه کردنی دختر. اگر دختر سخت، اگر دختر با ترتیب، اگر دختر با سرطلبی مادر کلام میکردن این حالت برده نمیرسونه. و در همه حالت ها و همون چخیلی که به زبان روسی میگن هر حالت سیتواتسی میگن خوش برآمده میتونه، چون که و مادرش سختگیر رفته گوید جنگ میکنه. دو بار همین گپ رو گوید اگر طرفی بچه را نگرفته البته زندگی خوب میشد. یگون قینا یگون خوشدامن جدا شوی نمیخواهد. برای من دختر اگر خوب کلان شود ملهم جان میشد به مادر. سلامت باشید. من باوری دارم که این موضوع خیلی دامن فراخ است. در دیگر برنامه‌های بعدی ما باز پیگیری میکنیم. برای این قدر صحبت‌های جالب، برای اندیشه‌های بکر برای شما من جهانی سپاس میگویم. تمنا میکنیم که خاندان مردم تاجیک آباد باشد. مادران فقط طبل شادی زنند، شکرانه کنند که خاندان فرزندانشان تنج است. بهترین نعمت برای مادر، برای پدر من فکر میکنم که این خاندان تنج فرزندان است. اگر خاندانشان تنج باشد، فرزندانشان با سعادت باشند، برای پدر و مادر چیزی لازم هم نیست. بیننده های ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجامی برنامه. تمنا میکنیم که خاندانتان پر از فضای مهر و محبت باشد. آفتاب محبت همیشه نورپاشی کند. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. بدل آفتابی ای محبت، بدل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما